السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، این لیله و این الیه راجعون. برادران خند ما چند خشی در نواران بودیم که الحمدلله امروز با ازدمی کار بار سر کردیم. برادرایی که در بر ما میبینه خد برادر مسلمان تاجیک خودمون هستند که از شهر وحدت یکی از برادرانمون به نام دوست مراد فرزندش خدا رحمتی بیلال که خدا رحمت مغفرتش کنه حاضر در مرگ است. این در آب غرق شده. حاضر من سخن بخشان ان شاء الله میتیم. مقصد نوار ما را تا آخر گوش کنه. التماس یک خوبی کردن نمیتونه، مبلغ گذاشتن نمیتونه. به خاطر خدا چیکار کنه؟ یک کامنتر خوب بنویسه یا لایک بمونه یا ضرر نرسونه تا همین برادری که دل شکسته است، چی میگن مایی دور است، همین قدر باز زیغ نشه. ما مسلمانیم، تاجیک هستیم، باید در این حالت ها هم دیگر را نپرتیم. با لنگر استخبار خدا اکا گپ زباد السلام علیکم برادران مهربان. این در سر ما مصیبت آمد، خدای را در سرش کنه. اورا فرزند ما دیروز با همراهی رفیقاش آبوزی میرند، در آب غرق میشوند. اگر توانید دستی کمک خود را رسانید، وگرنه یک هفته دعا زیادی برای ما. سلام علیکم برادر عزیز، اکا همدردی ما را قبول کن. ای حیات همیشه دگی پروردگار جون برای همه ما امانت دادگی نمیگه که امروز یا اگر کدام وقتی بفورش جون میگیره. الله مهربان صبر جمیل بده. خداوند دعا میکنه که سمیه خدا پروردگار صبر جمیل بده. این مصیبت به سر هممون میاد. برادر عزیز، چه خیلی که برادر دیده سن اکامون دیده سن برادرایی که از شهر وحدت هستند، خصوصا از کجایی که باشه نباشن برادرمون از شهر وحدت هست. الحمدلله که چه خیلی که ما نمیتونیم میمه بگذاریم، میخواهیم که حداقل چند قریم باشه از دستمون میومگیره یاردم کنیم در بر برادرها چی خوشیم. یعنی که برادرای عزیز امروز روز هست است که تو برادر اگر زورش نویه بالای اکران نمیبره. برادر عزیز برای هم خدر ما کنجکاوی نمیکنیم، نمیگیم چی پرابلم داره، چی چیز داره، چی چیز نداره. مصیبت همه خیلی چیزی هست که برادر عزیز به سر آدم یک سنجش از جانب پروردگار است. همین خیلی میویه و میگذره میروه. انشالله با امر خدا با ما اکا خد بسیار گپ زدم. الله برکت شده، خدمت ها بسیار کرده. شما نمیتونیم برادر عزیز امروز در روز پستی اکمون در برش چخ بشین، یار رفیقاش باشین، خش برو. این الحمدلله ما چختیم. الحمدلله برای ما هم یک برادر قدردان است، برای ما یک هموطن تاجیک برادری هست که انشالله کوشش میکنیم خدمت مون برسش. خواهش میکنیم برادر عزیز کامنت های قبیح ننویسونید. همین یک کاری کنین که یک از رحمت بگم. برادر عزیز فراموش نکنین که پس اکران هستین. دنیا بی صاحب است، دنیا بی صاحب نیست. خداوند ما از طور نظارت داره، نگاه داره که کی چیکار میکنه کی چیکار نمیکنه. ملائکه دست راست و دست چپ هر گناهی که میکنی، هر کاری که میکنی او را نویسونده است. همچنانی که چه خیلی که اکمون فرزندش در 13 سالگی اینا در اوغر شده، خداوند رحمت مغفرتش کنه. کی میگفت که فرزند اکمون خیر میشه؟ هیچ کس نمیگفت. برای اون برادر عزیز یک یاردم کنین دست بگیرید. خوب دوستان عزیز، اکا جان کارتای خطونه کارتا نمره خطونه زنگ بزنیم. حاضر مایی در کجا است؟ در بلش. خواهی دوستان عزیز خواهش میکنم چیکار کنه اگر بتونه زنگ بزنه فقط وقتی روی کردن مایی در بری برادر. شما چی میشه اکا جان؟ من هم کورسش میشم. شما هم کورس برادری؟ سلام علیکم. اگر که علاج باشد یک خدمت دستگیری میکردید. من بیلال جان راست دیگر 12 9 13 قدم رسید، 5 وقت نمازش ترک نبود. خیر که مصیبت خداوند برکت شده. یک سفر فراموش نکنه که همین امر در روی کردن 28000 هم روی کردیم، 38000 هم روی کردیم، 48000 هم روی کردیم، 70000 هم روی کردیم. هسته که با شرکتایی که بیپل روی میکنن، اما ما نه همه اینا میدونیم تا حد امکان گپ در محیط روی کردن نیست. با زندگیشون، قرض قولشون، شرایطشون بد هستن که آدم خیلی از زورش بیا روی اکرام برای خدا صبر که اکا جان ان شاء الله. برام خدمت خیلی که اکای بو جون برادر عزیز گفتم که ما بسیار خاطر گپ زدم. شاید نیست که دیگر پرابلم های هر کس بالای اکرام بریم گپ زنیم. برادر عزیز
با 100 روبل 200 روبل با 1000 روبل هیچ کجانش پروماگی نیست. امروز دادی پگا الله ترا میتاد برای اون خدر یک دستگیری کن. الله برکت اکا که امروز در روز فاستیش هم کورسش که هستی اومده دربارش چخته. خداوند برکت تا سلامت همدردی مون قبول که خدا سلامت